توتی ناطقه هند معانی وفا شد بشکر بخش کر شکر شیر قادر و حی و صمد و ناظر و قیوم و قدیم ازلی خالق پنهان و جلی مالک ملک احدی واقف هر نیک و بدی راحم ارعاسی بود ملجا و عالم و خفا و ظهورات و بروزات و سماوات و حجابات خدایی که به یک حرف کن ایجاد همه کون و مکن کرد زمین را چو زمون کرد حکیمی که ز آسا صفا بخشد و بر درد دوا بخشد و بر سینه صفا بخشد و بر هر گل و هر خار عطا بخشد و بر شاخ و شکست و دهد میوه صدرنگ بخار کرمش مرد و زن و پیر و جوان و ملک و حور و فلک مهر و مه و ارض و سما پست و بلند و حجر و بحر و بر و خشک و تر و نور و ظلم شادی و غم مهراز دماتش باد و سمر و تلخی و شیرینی خان کرم محرم اندازه به هر مور زمین مرد هوا ملک ملک احد بود در خور سلطان سمت قدر محمد نبی امی مرسل فلکی سیر و مزمل بشرف صادر اول بجلال اکمل و اجمل بمین مرتبه اقل سمری گرشمی استی و می ناطق مستی ازل علم فصاحت ابد حلم رشاقت پدر رأفت و رحمت قلم و لوح و مروت قلم یکرم شیمی پرچم اعظم دو جهان زنده وجودش همگی خم به سجودش مگی ساز نمودش سر دودم بزنن دودم بود گرم فرودش بگوشم گوش در و نوش بگوشم گوش در و نوش بسرگر بود در خوش شبی سرخوش و مدخوش از این نکته دل پیر جوان زنده شود هست حمایت که شد حضرت صدیقه اکبر گل گلزار پیمبر سه صفا در خور یمسر همه اصحاب نبی را بگیم شام بسر نرمیم سید سردر سخنم گشت مکرر و جز از حیدر صفدر اسد و سایر و اکبر علی و معنی داور نگشودی لب چون زمزم و کوثر ولی اندر دل خود داشت رزاقی آزد زمیا داشت مناجات و درگاه خدا تا کمدش کام روانت غرض از هر طرفی صاحب جا و شرفی در پی این گوهر حقی عظمت تمزدی از دولت و ثروت شهی و رنگ جلالت و جواب هم فرمود که این در کرامت بود از بحر هویت سزد را و معیشت مهی از چرخ فتوت یکی از جمله اصحاب که بود صاحب مار و حشم و سیم و زر و اسب و کنیز و شتر و خمره و دیوای خیابان برشان هم شیخ خودم شروع شد مشتری مهردار روشن شد و سیتم زیزر و زیور خود زد نبی از قهر و کنگو که با خواستن انجینه نسیم نسز از سر زمان و حشم چیش پرستی بده نظر کرد که انسان همه لعب و گوهر گشته ز جا خواست پس از بزرت و گفتم شیعه و رنگ جلالت که گوهر فاطمه محبوبه ای از دار حرام را که خدا خواست کند همسری و جمله ببندیدم از لون امتاج وجهت حکم در این کار خدا جبریل امین در بر سلطان مبین آمد و
ها و سلامی و پیامی خدا کیز وجود تو نمود همه اشیا صدد از هستی تو فخر نماید همه ارض و سما محیب انسان مهاجر که شما شاست و من همسری دختری نیکختر من در شب یک شنبه این ما ز سما زهره و هر خانه فرود آید و ساید و زمین روی قوت ساقط آن خانه صداوار بدین گوهر شهوار زی اسمان روز انصار شهیدن چو از احمد مختار پیامی به بر سرت بادار همه بردر و دیوار شدن از پی دیدار مدینه شد از اقبال یکی تبله عطار پراگرد از هر سوی بسی دختر شهوار خبردار نمازی اگرم یا که بسوزی و بسازی و همه شهید قادر مختار مرا نیست و غیر از تو و پیغمبر یکرم نه دگر یار و مددگار نه یک درهم دینار از آن سوی دگر فاطمه با دیده خونهای مناجات کنان گفت که ای واحد ستار پسر عم مرا ساخت و من یاد برای خلق تو او را من هماخوار ز سلطان سماوات و ز ارکان زمین بر دادار مبین خواهم نشین گشته گشودم زبان قیمه برد راز همه خلق یا عطا بر دل ناسور نمایی و جهان شاد دل فاطمه و شیر خدا چون که بازی بگذشت شب موعودم یک خلق به دل مشعله افروخته و منتظر وعده معبود که از چرخ سوم زهره رو خیخیش عیان کرد همیز مایل سوی زمان کرد از ایوان عطارد گذرا گشت و به کیوان و پدر شد پدر و در کره خاک شد در کره آب شد و در کره خاک روان یک سر در تاب شد و یک سر اصحاب نبی آمده حیران نظر گفت که نقل سعادت ز چه بچی شد از شرق مکین شهر مدینه شدی عبدالقوی از خلد برین هر کسی این شعب بسر داشت که گردد و چونین قرن تا که شد از خانه خورشید و سماوات و زمین مهر کرم میگه و من نور احسن به ثمر شم به خدا جان دقا شیر خدا قدر و دجا پس از آن گفت که این عیش مبارک و شما شاد خوشا حال عروسی که علی هست بر او مهتر و داماد چونم فاطمه شد شاد که تکبیر کنم گنچه لب را بگشاد چو شد آن زهره پی طوف دگر باره و تحلیل لب فاطمه شد باز چو شد آن زهره پی منزل خود باز و تسبیح لب فاطمه شد باز کنون صبحه صدیقه بود کاشف هر راز کنون صبحه صدیقه بود کاشف هر راز ملائک چو بدیدن ز ایجاد و انجام و آغاز بگفتن علی را سزد امروز باول ناز علی گر نبودی فاطمه کی داشتی انداز خدا خواسته و فاطمه هر راز نماید علیان شمع خدا سرش شب برآورد تو گفتی خدا پیش نبی این خبر آورد که امروز به
پیروزی و اقبال قرین حسن و عشق است نشاط و طرف از قبل ازل تا و مشقت غرض چند تن جمله اصحاب و مهاجر و در قوس ازل تا و ابد معنی یک واحد و مبنای احد شیر سرافراز سمت آمد گفتند چه مانی شد از آن که نخواهی ز نبی فاطمه را هیچ مبرهیست و از فقر و ز جا خیز نما حاجت خود پیش نبی از اما آمده این فرض همانا که خداوند و رسول سه برای تو یکی گوهر سرمست نمودند ذخیره اسدالله بر فخر بشر آمده بنشه از بشر و حیاتم نزد از چون و چرا گفت نبی ای رسول گفت نبی ای ولی حضرت دادا گوانم که تو را مقصدی آورده به دربار بخواهم چه دفاعی که بود حاجت تو حاجت من گفت علی ای تو مرا دافع هر رنج و محل در تو هست ایام نیست مرا قوه تقدیر و بیان گرف نمازی و سرافراز نمایی و کنی فاطمه را همسر من فخر نمایم به همه اهل زمان کنون حضرت خلاق جلیل است به این سور و جبریل بفرمود که شب خوشبگر و فاطمه را خود به علیت نموده است بفرمود که در ملک جنان مومی و بلمندر و مرجان بهشتی بنمایند مثال امر دگر گشت و تو باغ بسی خودلم و دیباغی فرمان بر سارا برد و مومی و غلمان بلو باید خود رایی تو ببریت دگر آرند و نمایند ز جان حمد و سلام رسول مسجد که من این عکس بیایم بر اصحاب مرین اقنعت از دل بگشایم ولی الله به مسجد شد و از پی نبی الله رسید و فرح گفت به اصحاب که من فاطمه را تمر خداوند و بحر کرم و جهود علی دادم و آن راه بگفتا که چه داری ز پی خلق علی از نمود شکر از بحر سواری و تو چون پیل ضرور است سری را بفروشید بگیرید هر آن چیز که در خانه بود لازم و از بحر منی مرده گذارید خدا مبلغ از آن وجه بگویید و تنباخ قضاتات بخوانید در مورد زندگانی که خدا کرده بایید بسرانید که هنیاگرین بعض مورد زهرت و ناهید و زمد دستک و ذرات سماوات و زمین و فلک و عرش و ملک چونده و بردم و طرب از پی دامادی سلطانه عرب میره عجب گوش فلک این نشونید از تو نچشم فلک دیده که داماد بود معنی اسما و عروسی فلکی خجلت و حضرت زهرا و قربان عظمت عروس فلکی حجره بود حضرت زهرا و خدا عاقل و پیغمبر او شاهد و ارواح رسول ساجد و جبریل امین جاهد و میکائیل کمین را ماجد و قصه چون اسباب مهیا شد و دست همه یخبار محنا نمیاندم بر زهرا شد و گفتا که مبارک به تو عشق زهرا بشنید این سخن گفتا علی دارد چه مهریه ما گفتم که ایا گوهر سرمست پی بعد خدا بحر علی داد تو را دولت بحد گفت جبریل امین خمس زمین خورده بر این کشور پرلشکر شهر پر از بحر یقین مملکت با اسپکسین آنچه مکان است دفینم که به بحر از دو لعل سمین آنچه به عالم بود از زینت و زین معنی قرآن مبین یا دشمن
دشمنی چون در دو جهان است همین هست محب تو به فردوس برین صدر نشین هست محب تو به فردوس برین صدر نشین شاهزاده محشر و دختر پیغمبری و زهره از هر